سلام. توی این بحث از ثبت سند میخوایم در رابطه با هزینه و درآمد صحبت بکنیم یا کلا بیایم حالتهای مختلف سند زدن تو هزینه و درآمد رو با هم دیگه بررسی بکنیم. نکته اول، ما دو تا مدل سند برای هزینه یا درآمد داریم. حالا من متضاد هم میشن و به نوع دومش بدهی ما یا طلب ماست. اگه توی ثبت سند توجه کنیم، وقتی که روی حالت دریافتی هستیم هم درآمد میبینیم هم بدهی ما. پس این دوتا رو میتونیم انجام بدیم. توی پرداختی هم به همین ترتیب هزینه داریم و طلب ما. حالا میایم اینو با همدیگه شروع بکنیم. فرض مثال، فرق بین این دوتا گزینه توی چی هستش؟ اسم دیگه یه سند هزینه میشه بدهی ما، اسم دیگه سند درآمد هم میشه طلب ما. توی ماهیت مدل انجام دادنشه و طبیعتاً چون دو مدل سند داریم ثبت میکنیم، گزارش گرفتنش هم توی صندوق تو دو تا جای مختلفه. البته میتونیم انتخاب بکنیم که اسناد هزینه و بدهی ما رو با هم دیگه ببینیم که بتونیم راحت‌تر کنترل هزینه داشته باشیم. برای مثال میگم، ما یک زمانی تو همین لحظه میریم یه عددی رو پرداخت میکنیم به ابزار فروشمون و یه ابزاری رو میاریم. اصطلاحا هزینه نقدی داره صورت میگیره، یعنی همین الان داره پولش پرداخت میشه. خب ما خیلی راحت تریم که توی این حالت از یه دونه سند تک ردیفه استفاده بکنیم که اسمش هزینه است. این هزینه ما یا داریم از طریق پول نقد توی دخل از پول کاغذی داره صورت میگیره یا از حساب بانکیمون. اگر از پول نقد کاغذی بود وارد سرورگ هزینه میشی، این سرورگ هزینه در حقیقت متصل به همین وجه نقد و اگه اینجا لیست موجودی ریالی رو هم بزنم، همین وجه نقدی که الان داخل صندوقم وجود داره رو بهمون نشون میده. میایم اینجا داخل هزینه، فرض مثال من عدد 100,000 ریال بابت خرید مثلا ابزار تراش دارم هزینه میکنم. اگه من این عدد رو ثبت و بعدی بکنم، توجه کنیم مانده مالی تو این سند ایجاد نشد. یعنی با تک سند این عدد از موجودی ریالی من که 600 بود کم شد و به این ابزار فروشی که ساخته بودم خرج شد و بدون اینکه مانده ایجاد شه. من این پول رو بابت ابزار دادم، قرار نیست دیگه ابزار فروش به من بدهکار بشه. اینو من ثبت کل میکنم و اگه توجه کنیم این بالا تو ماندهش تأثیری نذاشت. حالت بعدی سند هزینه زدن اینه که من بخوام این عدد رو الان پرداخت نکنم به ابزار فروشم. فقط قراره که الان خودم رو بدهکار ابزار فروش بکنم و خورد خورد طی یک مثلا میگم ماهانه هفتگی یه مبلغی رو پرداخت بکنم که مانده حسابم از ایشون کم بشه. اون موقع من باید از سند هزینه به شکل بدهی ما استفاده بکنم، یعنی بیام سند رو بکنم دریافتی و بدهی ما و حالا تو به قسمت بدهی مالی بهش بگم مثلا قراره که من عدد 1,000,000 تومان بابت یه موضوعی، حالا من میزنم ترازو، خرید ترازویی که انجام دادم به ایشون من بدهکار بشم. ثبت و بعدی رو میزنم. این تیکه حواله روشن بود، این باز شد، این پول قرار نیست حواله بشه، اینو میبندم که لغو بشه، حواله صورت نگیره. و اینجا الان اگه توجه کنید من یه بدهکاری دارم به ایشون به مبلغ 10,000,000 ریال و اگه من اینو ثبت کل بکنم تو مانده من میشینه و بعد من این عدد رو میتونم خورد خورد بهشون پرداخت بکنم. مثلا میگم آخر این هفته رفتم تو مغازهشون میخوام یه عددی رو بهشون پرداخت بکنم از پول نقد، دیگه داخل هزینه نمیرم. من قبلا سند هزینه رو به شکل بدهی ما ثبت کردم، الان باید باشون تسویه کنم. میرم داخل بچه نقد و میگم که مثلا میگم من عدد 20,000 ریال رو اومدم به شما پرداخت کنم و اگه ثبت و بعدی و ثبت کل رو بزنم، این عدد 980 دیگه تو ماندم و میمونه به جای 1,000,000 تومان، 1,000,000 ریال. حالا یه سند دیگه هم داریم که هزینه میکنیم ولی از حساب بانکیمون داره پرداخت میشه.
ما میتونیم بیایم داخل حساب بانکی، پرداخت وجه از حساب بانکی رو انتخاب بکنیم و بگیم از این بانکمون این مبلغ فرض مثال 100,000 تومانی، یا کامل میخوام پرداخت بکنم یا عدد سنگین تر، یه مبلغ 10 میلیون تومانی رو میخوایم هزینه کنیم. اینجا تیک هزینه رو میزنم. اگه این تیک هزینه رو بزنم و اینجا بابت هایی که از قبل نوشتم هست، بگم بابت ترازوه و ثبت و بعدی بزنم، این مبلغ که میاد اینجا دیگه مانده ندارم، چون این سند به عنوان هزینه ثبت شده و بعد در انتها ثبت کل میکنم. معمولا اسناد هزینه به شکلی که شما بدهی ما میزنید وعده داره دیگه، یعنی قرار این پول رو فعلا بدهکار این ابزار فروشم بعدا پرداخت کنم، یا مثلا یه کارمند، ما یه تیم کارمندی داریم تو مجموعمون، ممکنه اول یا آخر هر ماه بخوام مقدار حقوقی که قراره به این آقای الف پرداخت بکنم و بیام تو بدهی ما، بگم که من الان قراره 15 میلیون تومن به شما بابت حقوق آقای الف بزنم، خودم رو بدهکار میکنم و این آقای الف ممکنه بگه این پول فعلا پیش شما باشه، خورد خورد به من بده، و هفته به هفته که نیاز به ایشون پول پرداخت کنم بیام داخل حساب بانکی و فقط پرداخت بدون تیکه هزینه باشه و بگم الان اومدم به شما، این هفته شما اومدی 10 میلیون از من گرفتی، دیگه تیکه هزینه رو نمیزنم چون قبلا به شکل هزینه ثبت شده، ثبت و بعدی و بعد ثبت کل، و فعلا ایشون تا الان 5 میلیون تومن از من میخواد. پس هزینه به شکل بدهی ما برای حقوق پرسنل خیلی کارایی داره، مخصوصا پرسنلی که خورد خورد پولشون از ما میگیرن. ما اول هر ماه مقدار بدهی و حقوق خودمون رو میزنیم که مشخص بشه و خورد خورد پرداخت کنیم. بابت خرید ابزاری که نقد نیست میتونیم مثلا، میگم اگه ما یه ابزاری رو میریم خرید میکنیم که 10 میلیونش رو نقدی الان از بانک میدیم، بریم توی حساب ابزار فروش بگیم من همین الان 10 میلیون تومن نقد به شما میدم از حساب بانکیم، این هزینه و بابت یه موضوع جدید اینجا یادداشت میکنم، مثلا قلم تراشکاری فرض مثال، 20 میلیون باقی موندهشو الان ندارم پرداخت کنم، بدهکار شما میمونم، ماه به ماه پرداخت میکنم و بیام اینجا سند رو دریافتی کنم و بگم بدهی ما 20 میلیون باقی مونده بابت قلم تراشکاری و ثبت و بعدی، و تا اینجا من 20 میلیون بدهکار شدم، از قبلم 980 بود و میشه مجموعاً 20 میلیون و 980 و بعد خورد خورد به ایشون پرداختم رو انجام بدم که دیگه موقع پرداخت یا دارم از وجه نقد پرداخت میکنم یا از حساب بانکیم بدون تیکه هزینه دارم این پولو بهشون پرداخت میکنم. این همیشه عملیات های هزینه. متضاد این عملیات هم میشه درآمد به همین ترتیب و به همین عملیات، منتها برعکس هزینه و بدهی بار منفی روی تراز و سود مالیمون داره. یعنی ما هر چقدر سود مالی داشته باشیم، زمانی که هزینه و بدهی ما میزنیم داره از سود مالی ما اون ارقام کم میشه، و هر وقت هم که سند درآمد یا طلب مای مالی میزنیم هم داره به سود ما اضافه میکنه. میمونه فقط گزارشگیری های این موارد که گزارشگیری هاشو من چون اومدم از این بابت ها استفاده کردم، چه توی سند درآمد یا هزینه از این بابت ها استفاده کردم و توی سند طلب ما یا بدهی ما از این بابت ها استفاده کردم، الان یک سری معین دارم که در حقیقت میشه سرفصل هزینه های من. اینجوری میتونم مانور بدم و اگه اینجا بزنم بابت خرید قند، بابت خرید چای، بابت خرید منزل، بعدا میتونم یه گزارش داشته باشم از این که من تا حالا بابت قند یا بابت قلم تراشکاری چقدر تا حالا هزینه کردم توی این بازه زمانی. برای دیدن گزارش هاشون هم ما میتونیم از این قسمت لیست اقلام موجود در صندوق وارد بشیم، این پایین دکمه بیشتر رو بزنیم برای دیدن فقط اسناد هزینه از این قسمت، فقط اسناد بدهی ما از این قسمت، و از این قسمت هم اسناد هزینه و بدهی ما
بدون اسناد حواله، چون میدونید از طریق سند بدهی ما میشه حواله هم کرد. ما اینو لازم داریم که بشه خالص هزینه هامون. الان ببینید تا اینجا میگه بابت ترازو 11 میلیون هزینه شده، حقوق آقای الف تا الان 15 میلیون، خرید ابزار تراش 100,000، قلم تراش 30 میلیون، که هر کدوم از اینا رو من اگه روش 2 بار کلیک کنم ریز به ریز اسنادش رو برای من میاره و من میتونم بهش بگم که توی این بازه زمانی مورد نیازمه و ببینم مجموعاً به چه ترتیبی بوده که اینها رو بتونم مجزا ببینمش. این هم برای دیدن این گزارش و ثبت این نوع سندها برای اسناد هزینه و بدهی ما. خب بعضی وقتا یه کاربرد دیگه ای هم داره اسناد بدهی ما و طلب ما. مال این هستش که من زمانی که دارم افزودن حساب مشتری میکنم، مثلا یه حسابی دارم میسازم و فراموش میکنم مانده از قبل این شخص رو توی این قسمت وارد بکنم، یا یه مانده از قبلی داره بیشتر از این مانده حساب مالی که ریاله، مثلا ارزهای دیگه، یا اصلا مانده از قبل سکه داره، من میتونم این موضوع رو بیام توی قسمت بعد اینکه این شخص رو ساختم بیام از داخل ثبت سند اقدام کنم به ثبت کردنش. مثلا میخوام بگم که من بهش بدهکارم یک پولی رو و این سند مانده از قبله و بیام داخل بدهی ما تیک مانده از قبل رو روشن کنم و بگم فرضاً من یه 500,000 تومان به ایشون مانده از قبل داشتم که بابتش دیگه مهم نیست و ثبتش بکنم، این سند از قبل ثبت میشه. یا ممکنه بگم که طلا از ایشون طلبکارم، سند رو پرداختی میکنم، طلب ما و تیک مانده از قبل و یه مانده حساب وزنی 30 گرمی براش ثبت میکنم. و ممکنه ارزهای دیگه ای رو توی بحث مالی من طلبکار یا بدهکار باشم تو مانده از قبل، میتونم این بالا اون ارز رو انتخاب کنم و مانده از قبل مالی رو، مثلا طلب ما مثلا $20 هم من با ایشون از قبل حساب دارم. توی بحث سکم به همین ترتیبه، میتونم وارد سربرگ سکه بشم و تیک مانده از قبل رو بزنم، طلب ما بگم حالا امامی یا آزادی، من یک عدد با ایشون طلب کنم که این نوع ارز رو من میزنم روی ریال و طلب ما این سکه آزادی ثبت بشه. این تیک حواله شود چون بود این صفحه تسویه مالیش باز شد. مانده از قبل این که خورد که این اصلا مورد نیاز من نیست، پولی قرار نیست توی این مانده از قبل تسویه بشه با ایشون. در حقیقت صفحه تسویه مالی به خاطر این باز شد که ما یه حساب مالی اینجا داشتیم و صفحه تسویه مالی میخواست تلاش بکنه که پولی که توی این سند هستش رو تسویه بکنه. خب پس کار دیگه ای هم که سند طلا و بدهی میتونه انجام بده برای ما، ثبت این مانده از قبل هاییه که بعدا قراره ثبت بشه توی حساب این شخصی. معمولا مانده از قبل ها تاریخش به تاریخ افتتاح حساب و شروع اول دوره‌مون معمولا سند میخوره.